با درود با یکایک شما بینندگان عزیز، اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و من شالو گل خوجت در خدمت شما در برنامه خبری امروز 20 январ این موضوعها را داریم. اجلاسیای تقدیرساز و یا کی می آید و کی می رود؟ وزیران و رهبران نهادها در جلسه وسیع حکومتی به پرزیدنت تاجیکستان حسابات میگویند. از ساختمانچی تا صاحب طربخانه یک مجری توجیک در روسیه میگوید با کامیابی او دیگران باور نداشتند. دیوانه گفتن اینجا کی جنگل به ملی است به اینجا نسترویکا میکنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگانیزاسیون باشد و بنیاد نخستین لیفت در گذرگاه زیرزمینی دوشنبه. حالا افرودی امکاناتشان محدود از نبود راه مخصوص برای عربه معیوبی شکایت میکنند. در پادزم است تنها برای ما خطرناک نیست. برای نفری که عربه منهای بکند برای من خطرناک است. همین لحظه ها در دوشنبه اجلاسه وسیع حکومت تاجیکستان جریان دارد. معمولا در این جلسه نتیجه های سال گذشته ارزیابی و نقشه های سال جاری بررسی و قبول می شود. طبق مشاهده های سال قبلی برای بعضی منصبداران این جلسه سرنوشت ساز بود. از جمله علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال گذشته رهبران شرکت تاجیک ایر و امانت بانک را محض از مجلس سالانه حکومت جواب داد. اما از جلسه امساله بررسی کدام مسئله ها رو میتوان انتظار بود؟ زرنگیزی نوروشو خلاصه میکند. جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که هر سال در آخرهای ماه ینور صورت میگیرد عمدتاً با خبرهای زیادی همراه است. پس از این جلسه برخی از وزیران و رهبران از مقامهای خود سبکدوش میشوند و یا مقامی نو میگیرند. در گذشته علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چنین جلسه های سالانه برخی از رهبران را سخت سرزنش کرده و امر داده بود که تالار را ترک کنند. افرادی آگاه میگویند در جلسه امساله برخی از وزیران به خصوص رهبران نهادهای امنیتی زیر تنقید سخت قرار میگیرند، چون تاجیکستان سال 2019 به دلیل 2 آشوب خونین در زندانها در سرخط خبرها قرار گرفته بود. مرگ 14 زندانی ضمن انتقال از یک محبس به زندان دیگر هم مقامات وزارت عدلیه و حکومت را خجالت زده کرد. حمله شبهه برانگیز و غافلگیرانه به پاسگاه مرزی اشقاباد در ناحیه رودکی هم ظاهرا در جلسه بررسی می شود. در این حمله روز 6 نوامبر 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسا کشته شدند. خبرگزاری ازیا پلاس در گزارش کوتاه درباره جلسه گفته است که در جلسه حکومت به اجرای استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تمرکز می شود که هدفهای اساسی آن به قول مقامات 50% بالا بردن تعداد مردم طبقه میانه، بالا بردن نیکو اهالی مردم، زیاد کردن جای کار و رقابت پذیر کردن اقتصادی ضعیف تاجیکستان است که حالا هم پایبند پول مهاجران درآمد از فروش اشیای خام است. شماره افرادی بازداشت شده از مناطق مختلف تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین متهم می شوند بیشتر شده است. به قول منابع رادیو زودی در وزارت کارهای داخلی تا امروز بر ضد نزدیک 70 نفر پرونده باز شده است. قبلا منابع رادیو زودی از بازداشت 27 نفر خبر داده بودند. با گذشت 3 هفته از آغاز بازداشت ها مقامات این خبر را نه توضیح دادند و نه رد کردند. گفته می شود در میان افراد بازداشت شده چند استاد دانشکده زبانهای تاجیکستانی هست. زمان خودش برای کار رفت، حالا دیگران را با کار تامین میکند. یک مهاجر تاجیک که 9 سال عمرش در روسیه گذشت توانست در این کشور تجارت را براه ماند. هرچند به گفته او اطرافیان به رشد تجارتش باوری نداشتند و کارش را دیوانگی میخوانند. مهاجر تاجیک میگوید حالا نقشه های بیشتر دارد و آیندهش را تنها در روسیه میبیند. گزارش را کیومرسیتا تقدیم میکند. شوکت زاهیدوف ابتدا در شهر سنت پتربورگ مثل صدها مهاجر تاجیک در ساختمان کار میکرد. بعداً با دعوت دوستانش به پنزه رفت و در قهوه‌خانه طباخ شد. 4 سال کار کردیم. به نهایت عزت و حرمت خدا ما آبرو گرفتیم. نام تاجیک‌های برداشتم. طعام‌های ملی ما آنها نمی‌دانستند. ششلیک‌های قیمه، لالا کباب، نان‌ها، سموسه‌های. شوکت کمی پول جمع آورد و 70 کیلومتر دورتر از پنزه خانه خرید.
تصمیم گرفت که قهوه‌خانه خود را با غذاهای ملی تشکیل کند. با هم این کارگرها 7-8 نفر همینجا به زندگی کردیم. سونی ساختن کافی و پلان در آمد. 2 سال تاجیکستان رفتیم کافی ساختیم. اکثریت بنیاد قهوه‌خانه را با غذاهای ملی تاجیکی از سوی شوکت طرفدار نبودند. آنها باور نداشتند که او در این تجارت موفق می شود. مردم تا همین درجه وقتی که من ساختمان سر کردم همینجا به همه گفتن که تو دیوانه گفتن اینجا کی جنگل به همین لیس به اینجا نستروی کم کنن. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگانیزاسیون باشد و نه وای باشد و اینجا نه هیچ کی میبیاد تو باشه اصلا برای همین آب افقطات. حالا صرف نظر از دوری راه مردم زیاد از تمام ولایت پنزه به قهوه‌خانه شوکت می آیند. نه تنها برای آزمودن غذاهای ملی تاجیکی، همچنین برای خریدن گوشت حلال و یا گوسفند زنده. گوسفندهای هندومدار همین حصاری این خودمون همین از خورده ما با همین کلان شدگی بچهای خودمون از شهر پنزه میان 70 کیلومتر برای گوسفند خریم. برای همین من نسل همین دومبدار رو گیسرس کرد آماده کردم تشکیل کردم برای وها. حالا شوکت 150 گوسفند، 25 گوساله و 2 اسب دارد. برای نگهبانی چاروا و تهیه غذا 20 نفر را به کار گرفته است. اکثری آنها مهاجران تاجیک هستند. در تاجیکستان من این خیلی حاضر کافه کشم، مغازه کشم، دکان گوشت فروشم. من مشکل شوکت به تاجیکستان برگشتنی نیست. او در این گوشه دور غریبی نقشه های زیاد دارد. تصمیم دارد که مسجد و آرامگاه و ورزشگاه سازد. بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما برای شما درباره بازداشت‌های اخیر وابسته به احتیام عضویت در سازمان ممنوع گفتیم. از جلسه وسیع حکومت تاجیکستان معلومات دادیم که هنوز به پایان نرسیده است. همچنین از کامیابی یک مهاجر تاجیک برای شما قصه نمودیم که ده‌ها هموطن خود را با جای کار تامین نموده است. حالا توجه کنید به یک آگهی و بعد از آن در مورد رانندگی زنان افغان و بنیاد نخستین لفت در گذرگاه زیرزمینی دوشنبه معلومات خواهیم داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در افغانستان که زنان همچنان از آزادی‌های زیادی برخوردار نیستند، بعضی از آنها تلاش دارند تا در مستقل‌تر شدن بانوان مساعدت کنند. لیلی احسان یکی از بانوان است که مکتب رانندگی خاص را برای زنان باز کرده است. او باوری دارد که این مکتب یک وسیله برای مستقل‌تر شدن زنان در افغانستان است. گزارش صدای امریکا را در تقدیم طاهری سفر می‌بینیم. زنان افغان که تا 20 سال پیش در عهد طالبان از همه حقوق محروم بودند، حالا نظر به هر وقت دیگر مستقل تر شدند. با وجود این رانندگی در بین زنان هنوز رویج نیست. لیلی احسان می‌خواهد وضع را تغییر دهد. بعد از گرفتن گواهینامه رانندگی خودش برای زنان مکتبی رانندگی باز کرد. یک سال طرف تربیه معلم محترم این حرکت میکنیم روی جاده. دیگه خانم‌ها هم زیاد طرف مدین علاقمندی زیاد پیدا کردن که استاد ما را هم یاد بتین. میگوید رانندگی باوری زن به خود را بالا میبرد و هر کس باید ماشین داشته باشد. شاید به هر شخص یک موتر ضرورت باشه. این مشکل ناامنی است، مشکل فقر و بیچارگی است، اقتصاد مردم پایان است. مجده هوتک چند پیش بعد از ختم مکتب رانندگی گواهینامه‌اش را گرفت، با وجود آنکه مخالفت‌های دیده است. ما به مشکلات بسیار اجتماعی خانوادگی سر دچار هستیم. از اداره بازرسی نقلیات ولایت بلخ امسال تعداد رکوردی زنان گواهینامه رانندگی گرفتند.
خوشبختانه در شهر مزار شریف از آغاز سال 1398 تا اکنون ما در حدود 300 تن از طبقه اوناس تحت آموزش قواعد ترافیکی قرار دادیم و در حدود 180 تن ازشان جواز رانندگی حذف کردند. اما در داخل ماشین هم گاهی زنانی افغان را آرام نمیگذارند. خودشان میگویند هنگام رانندگی از طرف مردان آزار و اذیت میبینند. برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از شکایت زیاد معلولان درباره نبود شرایط حرکت در دوشنبه در شهر به بنیاد گذرگاه زیرزمینی آغاز کردند که لیفت هم دارد. بنا به آمارها فعلا 30,000 نفر در تاجیکستان با عربچه معیوبی حرکت میکنند. اما بنابر فراهم نبودن شرایط حرکت در راهها و گذرگاهها اکثریت آنها مجبورند گوشه‌نشین شوند. سروینوز روح الله با مشکلات حرکت این قشر در خیابان‌های پایتخت آشنا شد. خودم مستقلانه عربه حرکت نمی‌تونم. خسیمه 27 ساله با عربچه معیوبی راه می‌رود. در دانشگاه تحصیل کرده و بعضاً شعر هم ایجاد می‌کند. اما با سبب آنکه شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، مجبور است بیشتری وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه سپری کند. او تا 5 سال پیش پای روان داشت ولی در پی بیماری ضعف استخوان دیگر نمیتواند راه رود. خسیمه با کمک دیگران از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که تحملش برایش سخت است. چیزی که در پادزمکا است تنها برای ما خطرناک نیست. برای نفری که عربه منهای بکند برای بهم خطرناک است. چون که امکان داشت که به آدم قفقش در رود و البته بسیار خطرناک است، حتی مرگاور هم هست. او میگوید پیروها نه تنها خطرناک بلکه زیدی معیار ساخته شدند که یا چرخه عربه از آن بیرون میماند یا برعکس مسافه خورد است. حالا اکثر گذرگاه‌های زیرزمینی که در دوشنبه به تازگی بنیاد و یا ترمیم شدند پیروهای مخصوصی برای عربه معیوبی نیز دارند، اما نه همیشه برای حرکت معلولان مناسب است. خورشید اسمتوف ساکن پایتخت است و 24 سال باز از 2 پای روان محروم است. او برای گذشتن از گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی‌کند. به یاردم یگان کس یارا نخمیده میشه نه برآمدن، چون که برآمدنش هم مشکل است، خمیدنش هم مشکل است. همین هم میتوانند که آنچه شوترک نکیم چرا اقلا شوتر آزاد بخنبی برای. تحقیق کوچکی ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان‌ها و انشاءات‌های معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت است. مصاحبان ما شکایت میکنند که حتی در راهروهای معمولی نیز برای آنها شرایط راه رفتن وجود ندارد. افرادی که با عربچه راه میکنند مجبورند از راهگذران کمک طلب کنند. برای معیوبا هم خیلی راه‌ها بعض جاها مشکل گذر است. همین حکومت نوای شهر همین دیده برای بهبودی کنند بهتر میشد، چون که معیوبان خودشون اگر کمک کننده نباشد اگر دشوار گشتنش باز دیده شدیم چه برآمدن و فرآمدن عموما مشکل. مقامات معماری و شهرسازی در پایتخت میگویند هنگام قبول انشاءات‌های نو به ساختمان پیراها برای معیوبان اهمیت ویژه‌ای میدهند. جمعیت‌های معیوبان تاجیکستان بارها گفته بودند که افراد معلول از عادی‌ترین شرایط در راه‌ها، گذرگاه‌ها و استفاده از وسایل نقلیات محرومند. پس از انتقادهای متداوم، مقامات تاجیکستان در دوشنبه به بنیاد اولین لیفت در راه زیرزمینی آغاز کردند. این از اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان است. لیفت در محله زرنیسار پایتخت بنیاد می شود. این تصمیم کوچکترین امید را در دل هزارها نفر معلول بیدار کرده است. و اندی مددیان آوازخوان شناخته آخر هفته گذشته نخستین هنرمند ایرانی شد که نامش را در گذر استاره‌های هالیوود با خط زرین نوشتند. او در تاجیکستان هواداران زیاد دارد. پیاده‌روی استاره‌های هالیوود با نام هنرمندان فیلم و تلویزیون، رادیو، تئاتر و موسیقی آمریکا و جهان بیش از 3600 ستاره دارد. با همین خبر رسیدیم به فرجام برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر تا نشر برنامه نوبتی میتوانید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما است. سپاس از همراهی و تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.